مناسبت‌های دوجانبه و بسیار جانبه جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان که ریشه تاریخی دارند اکنون با تشبث سازنده و دوربینانه سران دولت‌ها اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف مرحله نو رشد را کسب نمود. همکاری در ساحه تندرستی در محور سیاست سران دولت‌های با هم دوست و برادر قرار گرفت. در زمینه روابط دوستانه مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان با دستگیری حکومت جمهوری ازبکستان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان ساخته شد که این باز هم به گسترش و مستحکم گردیدن مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان زمینه می‌گذارد. کارهای ساختمانی در انشاءات تندرستی از جانب متخصصان جمعیت سهامی ازبک نفت گاز جمهوری ازبکستان سال 2018 آغاز گردیده بنا با صفت بلند و جوابگو به استانداردهای بین المللی مورد بهره برداری قرار داده شد. مساحت عمومی برای بنیاد مجمع تندرستی جدا گردیده 6 هکتار را تشکیل می‌دهد. این مجمع همچون مجمع تاریخی در تاریخ بین هر دو دولت یعنی جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان به ثبت گرفته می شود. در این حدود برابر بنای اساسی بیمارخانه همزمان انشاءات یاری رسان به مانند آزمایشگاه کلینیکی، بیوکیمیایی، ایمونوفرمنتی و دهخانه بوغی با انگیش فعالیت کننده جایگیر کرده شده است. امروز باعث سرفرازی و خوشنودی ما همین است که با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری همسایه‌مان ازبکستان محترم شفقت میرزیویف در ناحیه قبادیان یک بیمارخانه نو زمانوی ساخته با استفاده داده شد که این تمام تشخیصات حاضر زمانه تشخیصانی شده به مثل دولت‌های پیشرفته آلمان، ژاپنیا و دیگر دولت‌های پیشرفته تامین شده است تشخیصاتش. مثلا یک کامپیوتر توموگرافی یا که رنگین رقمی کردن به شهر باختر یا که شهر دوشنبه بیماران می‌رفتند بعد استفاده داده شدن بیمارخانه مردم در با سطح خدمت رسانی طبی خیلی بهتر و نقص‌تر می‌شود. طبق لایحه بنای اساسی مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان 4 آشیانه و 2 بنای دیگر از 3 آشیانه عبارت میباشند. مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه قبادیان دارای 200 کت بوده برای تشخیص و طبابت بیماران شرایط معاصر فراهم آورده شده است. مجمع تندرستی از 19 شعبه از جمله شعبه‌های قبول و فونکسیونالی، شعبه‌های بیماری‌های جراحی کلانسالان و کودکانه، اورولوژی و غیره عبارت میباشد. مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان در ناحیه قبادیان با تجهیزات پیشرفته طبی پرره مجهز گردانده شده برای تشخیص دقیق و معالجه سریع بیماران مهم و سریع وقتی میباشد. برای تشخیص بیماران در مجمع طبی 1 عدد توموگرافی کامپیوتری، 2 عدد رنتگن رقمی استاسیونری و 2 عدد رنتگن رقمی سیار از دولت‌های پیشرفته جهان وارد کرده شده است. شعبه تولدخانه مجمع تندرستی نوبنیاد نیز دارای دستگاه و تجهیزات معاصر تشخیصی و طبابتی بوده برای نگاهبین مادر و کودک شرایط مساعد دارد. با اقدام پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شفقت میرزیویف در یکی از ناحیه‌های دوردستترین ختلان زمین ناحیه قبادیان مجمع طبی به نام دوستی خلق‌های تاجیکستان و ازبکستان مورد استفاده قرار داده شد. مجمع در برابر زیبا و محتشم بودنش با تمام تجهیزات‌های معاصر مجهزانیده شده است. من همچون طبیب نوزاد و همچون طبیب جوان منتداری صمیمی خود را به سروران دو کشور می‌رسانم و از آن جمله گفتنیم که در ناحیه ما در یک سال تقریبا 5000 تولد به قید گرفته می شود که در بین این تولدهای پیش از مهلت نیز هستند. این تجهیزات هایی که به ما دسترس شدند برای طبابت کودکان نارسید و کودکانی که در حالت وزنین تولد شدند یاری کلان می رسانند. برای طبابت بیماری های گوش و گلو و بینی دستگاه معاصر نصب شده است که یک باره می تواند بیمار را تشخیص نماید. برای شخصی آسیب دیده به دیگر جای برای گذشتن
از تشخیص رنتگنی رفتن ضرور نمی‌آید. در عموم در مجموعه تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان 357 نامگوی تجهیزات، دستگاه و دیگر لوازمات ضروری، مبل، جوان، میز و کرسی و غیره تجهیزانیده شده است. از این شماره دستگاه‌های نو و معاصر 121 نامگو تجهیزات و دستگاه‌های طبی میباشند. باعث افتخار و سرفرازی است که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف در ناحیه قبادیان مرکز مجمع طبی دوستی تاجیکستان و ازبکستان ساخته به استفاده داده شد. مجمع تندرستی بسیار ساحه بوده با تمام تجهیزات‌های معاصر تامین است. مردم تاجیکستان و ازبکستان از ازل دوست بودند، هستند و خواهند ماند. بگذار دوستی تاجیکستان و ازبکستان تا ابد پاینده باد. مجمع تندرستی در ناحیه قبادیان برای خدمت رسانی اهالی ناحیه‌های قبادیان، شهر توز و ناصر خسرو ولایت ختلان که نزدیک 400,000 نفر را تشکیل می‌دهد بنیاد گردیده است. تا این وقت ساکنان برای تشخیص بیماری‌های عضوهای مهم انسان به مرکز ولایت و شهر دوشنبه می‌رفتند که این هم وقت و خراجات زیاد را طلب می‌کرد. اینچنین در شفت مجمع طبی قسم قبول درمانگاهی مرکز سلامتی بنیاد گردیده است که آن برای قبول 300 بیمار در یک وقت پیش بینی شده است. مرکز سلامتی نیز با صفت بلند معماری بنیاد گردیده آن دارای شرایط و امکانیت‌های معاصر تشخیص و طبابت میباشد. برای کار با تجهیزات در مجمع طبی 52 نفر وابسته گردیده آنها مرحله به مرحله از کورس‌های بازآموزی گذرانده شدند. سطح بلند دانش، استفاده درست دستگاه و تجهیزات پیشرفته جهان که در مجمع تندرستی و مرکز سلامتی موجود میباشند امکانیت فراهم آورد که همه گونه بیماری‌ها در این بیمارستان معاینه و طبابت کرده شوند. Bugun bizning Qabadyon nahiyamizda katta bir bemorxona majmuasi ochilish arafasida. Bu fursatdan foydalanib avvalo asosguzor sulh vahdat prezidentimiz Emomali Rahmon va O'zbekiston Respublikasi prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyevga katta rahmat deyman. Mana bu sharoitlar bizlarda oldin yo'q edi. Hamma sharoit muhayyo bo'ldi. Yangi apparatlardan infuzomat, perfuzor, sun'iy nafas beradigan apparat, perfuzor, spirometriya, kardiyo monitoringlar bizga dastras bo'lgan. Bu apparatlar eng zamonaviy apparatlar va Yevropa standartiga javob beradi. طور متخصصان ساحه اطلاع دادن برتریت این دستگاه‌ها در آن است که کار طبیبان را سبک کرده یک باره به صرفه وقت یک چند عملیات را اجرا می‌نمایند. از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف ساخته مورد استفاده قرار دادن مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان نمونه عالی روابط خلق‌های با هم دوست و برادر تاجیک و ازبک و همسایگی نک تاجیکستان و ازبکستان را شهادت می‌دهد. همزمان در حدود مجمع تندرستی مذکور ساختمان بنای شعبه بیماری‌های سریعتی با فراگیری 50 کت برای کلانسالان و کودکان با مرام ادامه دارد. پس از ساختن مورد استفاده قرار دادن مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان سطح و صفت خدمت رسانی طبی به اهالی بهتر و خوبتر گردیده بیماران در شرایط معاصر به طبابت فرا گرفته می‌شوند. دانشجوی کورس 3 کالج طبی جمهوری شهر دوشنبه می باشم. سال 2018 داخل شده، امسال ختم کننده هستم و با دستگیری اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف یک بیمارخانه زمانوی با تمامی تجهیزات معاصر ساخته به استفاده داده شد و امسال با جای کار تامین شدم. پیشتر بیماران از نبودن بیمارخانه به شهر دوشنبه رفته طبابت می گرفتند و حالا در ناحیه قبادیان چنین بیمارخانه با همه شرایط‌هایش مساعد شد و بیماران ما می توانند در اینجا از تشخیص گذارند و طبابت گیرند.
با تامین چنین شرایط موثر اکنون ساکنان به مرکز ولایت ختلان شهر باختر و شهر دوشنبه نرفته در محل زیست خود طبابت میگیرند. این دسترسی به خدمترسانی موثر طبی، پیشگیری و از بین بردن بیماری‌های گوناگون از جمله کسلی‌های سیرویتی، پیشگیری فوت مادر و کودک در شرایط موثر و با رعایت قاعده‌های گیگینی و سانیتری رسانیدن کمک‌های اولیه طبی میباشد. برای سبز و خرم گرداندن صحن و اطراف بنای نوبنیاد درختان زیادی سایه افکن و آرایشی شنیده شده است که به حسن مرکز ناحیه زیبایی خاص ضم کرده است. همزمان نصب نشستگاه‌ها و راهروهای چراغان آن برای استراحت و فراغت و سیر و گشت در اطراف بنای مجمع تندرستی دوستی تاجیکستان و ازبکستان موافق و دلپسند میباشند. نوریدین قربان، محمد سعید کمال، رجب علی محمد علی، فیروزی موسی برای برنامه اخبار.